ایشان اولوالامر تاجیکستان هستند، حاکم تاجیکستان هستند. پیشوای ملت تاجیکستان عالی جناب امام علی رحمانوف حفیظه الله را بدانند و همیشه برای این بزرگوار دعای خیر بکنند. من شاگردی که هستم یا نیستم به تو چی ربطی دارد؟ نه، شما یک شخص تکفیری هستید. منظور شما از طاغوت حکام کشورهای آلمان نشین است. این یک فکری پوچ تو است. توی بیچاره خودی. نه، این واقعیت است. این واقعیت است. پس بفرما استادی تو مشایخ تو کی است؟ شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید. تو که از اهل سنت تعلیم نگرفتی، تو که خودت مذهبت صوفیگی هست، تو چی میشناسی؟ صوفی نیستم، من خدا اهل سنت و الجماعت هستم. اهل سنت و الجماعت باشی به من یک سوال بده، یک سوال کوتاه رو جواب بده. یک کسی بیاید حرام رو حلال بگوید، حکمش چیست در نزد اهل سنت؟ چه کسی حرام رو حلال گفته؟ با تو کسی رو من نگفتم، تو به من بگو که یک کسی بیاید بگوید حکمش چی میشود؟ اگر کسی حرام رو حلال بگوید بدون شک کفر است. نه ببین، تو از اهل سنت نه. کفر این حکم به عمل است. من از انسان پرسیده ایستادم، از توی بیچاره که به اهل سنت نسبت میتی خودت رو. به تو سوال است که یک کس وقتی که حرام رو حلال گفت، حلال و حلال رو حرام گفت، حکمی همون شخص چی است؟ فرق چی دارد؟ تو از نظر مذهبی اهل سنت اگر دعوا داشته باشی که اهل سنتی حرام رو حلال گفت یا که حلال رو حرام گفت، فرق چی دارد؟ اهل سنت چی میگن؟ اگر کسی که دانسته حرام رو حلال گفت کافر میشه. پس تو اومدی در اینجا تسجیل کردی که امام علی امیر است، امام علی یک چند حرام رو حلال و حلال رو حرام گفته. به این چی میگی؟ در کجا حرام رو حلال گفته؟ حرام در کجا؟ قانونی که برآورده و مردم رو مجبور به همون قانون میکند همین است. نه خیری، هیچ قانونی نبرآورده. بیچاره تو اصلا بیخبر هستی، اهل سنت هستی. به من بگو که لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله چند رکن داره؟ ببین، تو معنای لا اله الا الله رو نمیفهمی، برآمدی دوری به من صحبت میکنی. تو اول برو لا اله الا الله رو بفهم. لا اله الا الله چند رکن داره؟ تو اصلا مسلمان رو از کافر جدا کرده نمیتوانی، معنای لا اله الا الله رو نمیدونی. پس بگو اگر من تکفیری باشم، تو بگو که معنای لا اله الا الله چی است. بگو که علمای سلف چی گفتند. کنی بگو. خطا کردی. کی گفته این سخنی تو رو؟ کی گفته سخنی تو خطا است، مخالف اهل سنت است؟ کجا من مخالف اهل سنت؟ ببین بیچاره، ببین تو اصلا اینجا یک خبری رو ترک کرده ایستادی. جمله رو خطا ترجمه میکنی. تو لا اله الا الله رو نمیفهمی. خر به من بگو اگر اهل سنت باشی، اگر ما تکفیری باشیم، بگو که لا اله الا الله چند رکن دارد. بگو. الله اکبر. انا همچنین است. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. حادثه همچنین هست که من تلگرام صفحه خود رو باز میکنم، به من رساله آمده است، میگه که ببینید چی میگه، یعنی تو تکفیری هستی، امام علی رحمانوف امیر المؤمنین است، امیری مسلمان های تاجیکستان است و کسی که این امیر نمیگوید و اطاعتش واجب نمیگوید این خوارج است و تو میگید خوارج هستی. و شیخایی که تو تعلیم گرفته دروغ است، میگه تو از اونو تعلیم نگرفته. من با من یک چند بار تماس گرفته است، البته که مشغول که بودم من نتونستم جوابش بگم. من با او تماس گرفتم، باور بکنین یکم سوالش کردم در کجا تعلیم گرفته ای؟ میگه در زاهدون. البته که منهج زاهدون منهجی هست که صوفی های دیوبندی هستند.
طالب علمایی که اینجا تعلیم گرفته است بسیاری عقیده رو خوب نمیدونند، بسیارش همش رو نمیگم، بسیارش همچنین است. و بعد از این وقتی که یک کس لا اله الا الله رو معنیش رو نمیفهمد، من به او میگم معنی لا اله الا الله بگید، میگه نیست معبود بجز الله. معنی غلط است. خبرش در کجا است؟ خبری لا در کجا است؟ وقتی که خبر رو نمیدونی چگونه تو درباره مسلمانی و کفر گپ میزنی؟ و من به اون سوال میکنم که بفرما رکن لا اله الا الله بگو، تکفیری بودن اهل سنت یا که جهمی بودن خودت رو میفهمیم که تو اصلا میفهمی که انسان در کدام حالت مسلمان میشود و در کدام حالت کافر میشود. بگو رکن های لا اله الا الله. لا اله الا الله چند رکن دارد؟ والله نمیداند. کسی که رکن لا اله الا الله رو نمیداند آیا او حق دارد که یک کس رو خوارج بگوید، تکفیری بگوید، یا یک کس رو بگوید که تو جهمی بگوید؟ نه والله، برای که او نمیفهمد که کی حتی مسلمان است و کافر است، او بیخبر است. انا واقعیت برادران و خواهران عزیز انمین است که بسیار انسان هایی که ضد توحید میبرایند، ضد اهل توحید میبرایند و اهل توحید رو خوارج میگویند، والله یک جاهلی مرکب بیش نیستند. نه معنای لا اله الا الله را میدانند، نه رکن لا اله الا الله را میدانند، نه شکننده های لا اله الا الله را میدانند، نه ایمان را میفهمند که به طرز صحیحش، نه اسلام را، معنای اسلام را میفهمند، نه معنای عبادت را میفهمند، نه معنای توحید را میفهمند، نه معنای شرک را میفهمند. وقتی که این چیزهای اصل دین را نفهمیدند، وقتی که کفر به طاغوت را، الولا و البرا را، توحید را، شرک را نفهمیدند، اونها چگونه میتوانند بگویند که یک عده خوارج است یا یک عده خوارج نیست؟ نمیتوانند بگویند. پس اونها از نفس خود حکم میکنند، از هوای خود حکم میکنند. اینها یک طاغوت پرستان هستند که لشکران طاغوت هستند. به من به زبان فارسی داره صحبت میکند، الحمدلله ما با زبان فارسی بینات خوب صحبت میکنیم، اما این یک تاجیکی بیچاره است. این فارس از ایران نیست، این یک تاجیکی بیچاره هست، این یک خبیث است که طاغوت پرست حکومت شیطان است. بارک الله فیک.